نمادهای مخفی زیادی توی پابجی وجود داره که خیلیاتون به اونها حتی دقت هم نکردید. برای مثال این تک چشم جهانبین که روی دلار هم وجود داره روی همه جعبه ها بود، ولی ما اصلا بهش دقت نمی کردیم. آیا به نظر شما این علامت به صورت اتفاقی اینجا قرار گرفته؟ و یا یه مثال دیگه، توی سیزن‌های قدیمی‌تر، توی مپ ارنگل، توی قسمت میلیتاری بیس به وضوح میتونید که این تک چشم رو باز ببینید. اما بازی پا رو از اینم فراتر گذاشت و توی قسمت دیگه گونیا و چشم جهانبین که نماد فرقه های زیرزمینی هستش رو به وضوح جا داد. نماد و نشانه بعدی ایموتیه که تو همین سیزن توی بازی اضافه شد. اگه خیلی خوب به این دنس نگاه کنید متوجه عجیب بودن اون میشید. بله درسته، این ایموت دقیقاً دنسیه که قبایل آفریقایی قبل از احضار و انجام مراسم‌های سحرآمیز اونو انجام میدن. اما پابجی توی آپدیتی خیلی سریع این دنس رو از این حالت به این شکلی که الان دارید میبینید تبدیل کرد. برای پیدا کردن نشونه بعدی کافیه که به این قسمت مپ لیویک بیایید. حالا مینی مپتون رو باز کنید و به جلو زوم کنید و باز هم میبینید که نام مکه به صورت خیلی شیطنت آمیز اینجا قرار گرفته. اما نکته اسرارآمیزش اینجاست که توی این مکان شما هیچ خونه سالمی پیدا نمی‌کنید و همه جا تخریب شده. آیا به نظر تو همه این علائم به صورت اتفاقی داخل بازی قرار گرفته؟ نظرتو واسم کامنت کن، همشو میخونم. راستی اگه مشتاقی که قسمت بعدی رو ببینی پیشنهاد میکنم منو فالو کن، چون به زودی داخل پیجم